اما اگه یه هکر منو بکشه باید اسم واقعیمو لو بدم با فامیلم. نه فامیلمو دیگه نمیگم، همون اسمم. چی پدرم در اومد تا یه سرور دوئل پیدا کردم. تو رو خدا هکر نباشه، تو رو خدا هکر نباشه، تو رو جد. بذار یه تیر بهش بزنم ببینم. نه هکر نیست، پسر خوبیه. تیر دا غلط کردم. چیکنگان F3 داره اگه نمیدونین. این الان اسکین منه. داداش چه سلاحی ده. این F3 چیکنگانه و الان داداش چه برو بمیر. اوکی من بردم، ولی بازم میخوام اسم واقعیمو بهتون لو بدم. اسم واقعی من محسنه. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.